خدا سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز. در این سری ویدیوها میخوایم در مورد مباحث عملی نورآناتومی با هم صحبت کنیم. منتها چند تا ادوایس و توصیه دارم واسهتون. یکی این که قبل از این که این ویدیوها رو نگاه کنید حتما مباحث تئوری رو تو ویدیوهای مباحث تئوری رو یه نگاهی بندازی کنید. شاید اینجا ما خیلی جزئیات نگیم، جزئیات تو مباحث تئوری میگیم. اینجا دیگه واقعا آنچه که به صورت گروس آناتومیه و در مولاژ ها میبینیم با هم صحبت میکنیم. اما همون گونه که ما گفتیم CNS یا دستگاه عصبی مرکزی از دو قسمت خدمت شما عرض کنم که مغز و نخاع تشکیل شده. ما شروع میکنیم از قسمت‌های تحتانی که نخاع هست با هم صحبت کردن، بعد برین استم و بعد دیانسفال و بعد نیمکره‌های مغزی ادامه میدیم. در این جلسه میخوایم در مورد ساختار آناتومی نخاع با هم صحبت کنیم، نحوه آرایش ماده سفید، ماده خاکستری و چگونه این آرایش پیدا کردن با هم صحبت کنیم. خب اگر توجه کنید در این مولاژ که من خدمتتون نشون میدم یک برش ارضی یا آکزیال یا ترانسورس، همه اینا به این برش اطلاق میشه. بعضی از رفرنس ها میگن آکزیال، بعضی هم میگن ترانسورس. از یک مقطع نخاع این برش ایجاد شده. خب اگر توجه کنید در وسط ما کانال مرکزی نخاع رو داریم که من اینجا کانال مرکزی نخاع رو خدمتتون نشون میدم که حاوی CSF یا همون سربرال اسپاینال فلوید یا مایع مغزی نخاعی است. من تو مباحث تئوری خدمت شما عرض کردم که کل دستگاه عصبی مرکزی ما داخلش و خارجش یک مایعی هست که بهش میگن مایع مغزی نخاعی. یه جورایی CSF شناور داخل CNS، شناور داخل این مایع. اطراف این کانال مرکزی ما ماده خاکستری رو داریم. ماده خاکستری باز بخوام یادآوری کنم محل تجمع جسم سلولی نورون هاست. این ماده خاکستری اطراف کانال مرکزی یک ساختار اچ شکل رو تشکیل میده. ببینید یک ساختار اچ شکل، بعضی از رفرنس ها هم گفتن پروانه‌ای، که دو تا شاخ قدامی دارد، دو تا شاخهای خلفی. توجه کنید به تفاوت بین شاخهای قدامی و شاخهای خلفی. شاخهای قدامی پهن‌تر هستن ولی کوتاه‌تر هستن، شاخهای خلفی نازک‌تر هستن ولی بلندتر هستن. شاخهای قدامی محل تجمع جسم سلولی نورون‌های حرکتی هستن، شاخهای حسی محل تجمع جسم سلولی نورون‌های حسی هستن. ببخشید شاخهای خلفی. بعضی از رفرنس ها به جای واژه قدامی و خلفی واژه ونترال و دورسال رو انتخاب کردن. ونترال یعنی شکمی، دورسال یعنی چی؟ پشتی، با هم تفاوتی ندارد. اما اطراف ماده خاکستری ما ماده سفید رو داریم که به 3 تا فسیکل تقسیم میشه. فسیکل یا کلم یا ستون. فسیکل قدامی، فسیکل لترال و فسیکل پوستریور. به چه صورت؟ الان خدمتشون عرض میکنم. اگر توجه کنید ما تو قدام نخاع یک شیاری داریم که عمقش بیشتره، بهش میگن شیار قدامی میانی که محل قرارگیری شریان قدام میانی نخاع است. و تو خلف یک شیار دیگری داریم، این شیار خلفی است که عمقش مثل این نیست، عمقی ندارد ولی طولش بیشتره، بهش میگن شیار خلفی میانی. و از طرفی دیگر از این شاخ قدامی یه سری ریشه های اعصاب خارج میشن که میگن ریشه قدامی نخاع که کاملا حرکتیه. ولی از این شاخ خلفی یه سری الیاف خارج میشن که بهش میگن ریشه خلفی نخاع که کاملا حسیه. به چیز دیگه میخوام توجه کنید. در مسیر ریشه خلفی نخاع ما گنگلیون هایی داریم که بهش میگن به صورت مخفف DRG، دورسال روت گنگلیون. داستانش چیه؟ جسم سلولی اولین نورون های حسی داخل این DRG ها هست. اینجا هم توی این مولاژ هم اگر توجه کنید ما DRG ها رو میتونیم ببینیم. اینا DRG ها هستن. نگاه کنید، اینا DRG ها هستن. دورسال روت گنگلیون، محل تجمع جسم سلولی نورون ها. اینجا داریم با هم میبینیم. خب ادامه بدیم ببینیم این فسیکل ها به چه صورت تقسیم میشوند. اگر توجه کنید آن قسمت ماده سفید که بین
شیار قدامی میانی و محل خروج ریشه قدامی هست بهش میگن فسیکل قدامی. آن قسمت از ماده سفید که بین محل خروج ریشه قدامی با ریشه خلفی هست بهش میگن فسیکل لترال یا ستون طرفی. و آن قسمت که بین شیار میانی خلفی میانی و ریشه خلفی هست بهش میگن ستون چی؟ خلفی. هر کدوم از این ستونها مسیرهای مختص به خودشونو دارن. یه اشاره حالا بکنم بعد دیگه فیلمای تئوری نها کنن. مثلا لمس دقیق، حس پرپرسپتیو، ویبریشن، تمایز بین دو نقطه از ستون لترال انتقال پیدا میکند، ولی حس درد و حرارت از ستون آنترو لترال. مسیرهایی که به مخچه میدن از ستون لترال هستن. اینو خواستم فقط بگید که چرا اهمیت دونستن این ستونها با هم متفاوت هست. اما اگر توجه کنید من توی بعضی از مقاطع نخاع ما یک ستون لترال هم داریم که اینجا داریم این ستون لترال رو میبینیم. چه مقاطعی از نخاع ما ستون لترال داریم؟ تو همه جا نیست. یک از T1 یا سگمنت اول توراسیک تا L2 یا سگمنت دوم لومبار هست، یعنی چند تا 12 تا اینجا 2 تا 14 تا. این ستون لترال تو اونجا مربوط به جسم سلولی نورون‌های سمپاتیک است. کل دارایی سمپاتیک شما همینه. ولی ما در مقاطع S2 S3 S4 S مخفف ساکرال است. سگمنت های ساکرال 2 3 و 4 دوباره اونجا هم ستون لترال رو داریم. شاخ لترال رو داریم که اونجا مربوط به چیه؟ جسم سلولی نورون های پاراسمپاتیک است. کل دارایی پاراسمپاتیک شما اینجا نیست. شما توی 4 تا از حصه های مغزی هم که حالا در موردش صحبت می‌کنیم پاراسمپاتیک داریم. اما من می‌خوام یه نکته خدمت شما عرض کنم. توی بالغین مثل من و شما نخاع کل ستون مهره ها رو اشغال نکرده. نخاع در حد دیسک بین مهره L1 و L2 تموم میشه. اینجا داریم با هم میبینیم. نگاه کنید اینجا نخاع است، اینجا دیگه تموم میشه. منتها این تموم شدنش به صورت تدریجی است و یک ساختار مخروطی شکل میسازه. به این میگن کنوس مدولاریس. مدولا یعنی نخاع، کنوس یعنی چی؟ مخروط نخاعی، چون ساختاری شبیه یک مخروط رو میسازه. بعد از اون دیگه نخاع وجود نداره. چی وجود داره؟ الیاف عصبی وجود دارن که اینجا داریم از این زیر با هم میبینیم. به این الیاف میگن الیاف چی؟ الیاف دم عصبی، چون شبیه دم عصب است. یعنی از شما از L1 به پایین دیگه نخاعی وجود نداره، این الیاف دم عصبی وجود داره. اما این وسط اگر شما با دقت توجه کنید یک رشته ای است که اسمش از فیلوم ترمینالیس. فیلوم یعنی رشته، ترمینالیس یعنی چی؟ انتهایی. این فیلوم ترمینالیس است. اینجا داریم این وسط این فیلوم ترمینالیس می‌بینیم. داستان فیلوم ترمینالیس چیه؟ اگر توجه داشته باشید اطراف نخاع یک پرده سه‌لایه‌ای است که داخلی ترین لایه‌اش میشه چی؟ پیامتر یا نرم شامه. در ابتدا در ماه 5 جنینی نخاع کل ستون فقرات رو پوشونده. بعد کم کم به خاطر اینکه رشد ستون فقرات از خود نخاع بیشتر هست، نخاع میاد مقاطع بالاتر، ولی این نرم شامه سر جاش باقی مونه. این دو لایه نرم شامه میچسبن به هم دیگه، یک رشته رو میسازن به نام چی؟ فیلوم ترمینالیس که وصل به چی؟ مهره کوکسیچیال. این فیلوم ترمینالیس هست. خب اگر توجه کنید اینجا در اینجا ما اگر زوم کنن همکاران عزیز میتونیم اینجا دوباره شاخهای قدامی رو ببینیم که پهناش بیشتر هست، کوتاه‌تر است. شاخهای خلفی رو ببینیم، نازکتر هستن ولی بلندتر هستن. ستون قدامی، ستون لترال و ستون پوستیریور رو ببینیم. اما از شاخ قدامی اگر توجه کنید ما ریشه قدامی نخاع مبدأ میگیره و از شاخ خلفی ریشه خلفی که تو مسیر شاخ خلفی ما دورسال روت گنگلیون ها رو میبینیم. چرا اینجا اومدن به سمت پایین؟ چون درسته سگمنت مثلا میگم اینجا L4 است رفته تو مقاطع بالاتر، ولی باید بیاد از زیر مهره L4 خارج بشه، از سوراخ بین مهره. این به خاطر همین یک مسیر مایلی رو گرفته. به خاطر همین میگن این اعصاب نخاعی در ناحیه گردن مسیرشون عرضی است، در ناحیه خدمت شما عرض کنم که توراسیک به صورت کمی مایل است و در ناحیه لومبار و ساکرال به صورت چی؟ عمودی میان خارج میشن، چون باید بیان مقطع
پایین‌تر. خیلی ممنون از توجه شما. من در ویدیو بعدی در مورد برین استم با شما صحبت میکنم.